سلام به مردم عزیز کشورمون. سال نو رو دوباره تبریک میگم. همین الان از آقلا اومدیم بیرون و داره هی مشکلات زیادتر و زیادتر میشه و بین این مشکلات من هیچ مسئولیتی توی آقلا ندیدم. واقعا این نوع کمک رسونی به درد هیچ کسی نمیخوره و این خود مردم بودن که داشتن به هم دیگه کمک میکردن و این واقعا تأسف باره واسمون. و الان دوباره راه گرگان به آقلا داره بسته میشه، از اون ور داره دوباره سیل میاد و ما به زور از اونجا رد شدیم و میخوام سریع رسیدگی کنم به این موضوع و از دوستای خوبم آقا پوریا، آقا علی و آقای حسام چرکزی دستشون در نکنه، به من قوت قلب دادن، مردم به من قوت قلب دادن. انشالله فردا بازم میام میبینمتون و کمکتون میکنیم. یا